امروز 28 نوامبر است و من شالوی گلخوجه برنامه خبری رادیو ازودی رو در پخش مستقیم به شما معرفی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعی روز. امام علی رحمان و جیمبکов به حل مسائل مرزی تاکید کردند. نشست رهبران کشورهای عضو سپاد در بیشکک به پایان رسید. زویران را از فرودگاه گرداندند، میانروان را بازداشت نمودند. به دهها زویران توجیک اجازت ندادند که به عربستان سعودی پرواز کنند. همون بلیطتون میتین گفتم گپ دستانی پول نیست، نیکی ناامیدی قینده گفتم. با ما گفتم 4 سال دیگه جو بکن در این شی درختم. ما به همین سری سویدم ما درخت توک موبیل کردگی. حکومت تاجیکستان اعتراف کرد کانهایی که به شرکت چینی داده شد تلوی زیادتر داشته است. از جانب شرکت معین کرده شده است در حجم 64 تن. این ذخیره نهایی نیست، احتمال است که آن تا 100 تن را تشکیل کنند. امروز رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در بیشکک گردی هم آمدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای اشتراک در این نشست روز 27 نوامبر به قرقیزستان رفت و همان روز با پرزیدنت آن کشور سورونبوی جینبکov ملاقات نمود. منابع رسمی گفتند دو طرف وضع در سرحد را بررسی کردند. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 400 کیلومتر مرزی نامعین دارند و در آنجا سر چند وقت زن و زنی و زد و خوردهای مسلحانه رخ می‌دهد. تو این دم در چنین مناقشه های مرزی چند نفر کشته و 10 کس زخمی شدند. ادامه موضوع در گزارش کیومرزیاتا. نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ADKB، یک سازمان نظامی زیر نظارت روسیه که تاجیکستان هم عضو آن است، روز 28 نوامبر در بیشکک با امضای 15 سند به پایان رسید. یکی از این سندها به کاهش تشنج در مرز تاجیکستان و افغانستان ربط دارد ولی جزئیات آن دسترس نیست. قبلا مقامات تاجیکستان و روسیه از جمع شدن صدها جنگجو در شمال افغانستان و نزدیک به مرزهای تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند. تاجیکستان در حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی اشقاباد جنگجویان داعش را گناهکار کرد و گفت که آنها از ناحیه قلعه زال افغانستان آمدند. دیرتر مقامات افغانستان این خبر را بی اساس نامیدند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد. قبلا بعضی از رسانه‌ها خبر داده بودند که احتمال در نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی حمله به دیدبانگاه مرزی اشقاباد هم بررسی شود، اما رسما در این باره چیزی گفتن نشده است. رسانه‌های قرقیزستان و روسیه خبر دادند که بخش زیادی نشست رهبران ADKB پس درهای بسته صورت گرفت و تفصیلات بیشتری از آنجا بیرون نآمده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در نشست رهبران سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مسئله مرز، وضع منطقه و جهان، مبارزه با ضد تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و سلاح و وضع نگران کننده افغانستان را بحث کردند. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی اتحاد نظامی بعضی از کشورهای پیشین شوروی ماه می سال 1992 تشکیل شده است. حال حاضر قزاقستان و قرقیزستان، روسیه و ارمنستان و بلاروس تاجیکستان شامل آن هستند. در نشست روز 28 نوامبر در بیشکک رهبران 6 کشور عضو پیمان امنیتی دست جمعی اشتراک داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 27 نوامبر به بیشکک رفت. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمرت توقیف نیز روز 27 نوامبر با سفر دولتی در قرقیزستان بود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را در فرودگاه بیشکک همتای قرقیزش سورونبوی جینبکov پیشواز گرفت. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو و سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان نیز در پایتخت قرقیزستان بودند. بینندگان عزیز، اگر شما شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید، از راه آسان و به خطر با رقم تلگرام و واتساپ ما 420 724 05 66 81 و یا 420 724 05 39 59 بفرستید. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست. کمک شما کار ما را آسان تر میکند. با رقم وایبری رادیو آزادی 420 725 60 22 13 نوار، عکس و خبرهای خود را ارسال نمایید.
رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. ده زویرانی توجیک هفته گذشته نتوانستند خود را به عربستان سعودی برسانند. سفر آنها قبل از پرواز هواپیما لغو شد. زویرانی ناامید گشته میگویند از چند ماه پیش به زیارت حج عمره آمادگی گرفتند و اکنون نمیدانند کی چنین امکانیت برایشان دست می‌دهد. مسئولین کمیته دین گفتند زویران را به آن خاطر سفر بازداشتند که اجازه این نهاد را نداشتند. جزئیات در گزارش زرنگیز نوروشا. این زن خیلی ناراحت است. او را در قطار چندین نفر دیگر چند لحظه پیش از پرواز در فرودگاه دوشنبه از سفر حج عمره برگردانیدند. قرار بود او در هیئت یک گروه 16 نفره روز 23 نوامبر به عربستان سفر کند. با رفتیم همین یک قطع بیرون میبرم یا بچه که نمیخواد قپیدیم. با همین خیلی که رفتم گفتم ای بچه چی دو میقپی؟ گفت که تیلوی یا شما یا گفتن این خیلی غیر قانونه گفتی. من گفتم با همین جلوم گفتم گفتم ای دادره گفت که ما امنیتیم. ای دادر کن تو آچه داری یا نه؟ همین جدا گفتم آچه تا امید کرد تو چی جواب میدی؟ بیگزار ما یا روی کنی؟ بعد تو میدونی همون تیلات میدونه گفتم همین که گفتم اونجا دا. مرحبا دولت و ساکن 63 ساله حصار 4 سال باز با مهنت در زمین برای ادای مراسم حج مبلغ جمع آورد. حج فرض ضرور نرسید چخیل برام همین بچه دوری دختر دوری خودتون میدونی. هبا حج همین اونا دا گفتم برام زمین پیغمبر خاص هر مبزن روی اینا نیت کردگی بودم. تمام که برام به همونجا باکو دیلم که همین به هم مرادم برسم که نشید. هنوز ماه اوگوست او همراه با دو خویشش به یک نفری که سفری گروهی به حج عمره تشکیل می‌کرده است حجت و مبلغ سپرد. سفر تا ماه نوامبر طول کشید و در این مدت مرحبا 2 مرتبه آش کرده و با نزدیکان خداحافظی کرد، اما در نهایت سفرش لغو و رهبلدشان در فرودگاه بازداشت شد. گفت که خیلی بریم بیشتر گفتم ما هیچ گپ نیست ما همون پول تو نمیتیم همون بلیطتون میتیم گفتم گپ دستاری پول نیست که ناامیدی قینده گفتم با ما گفتم 4 سال دیگه جون بکن در شی درختم ما به همین سری سویدم ما درخت تو گوبل کردگی. مقامات در یک روز به سفری 2 گروهی زایران که در مجموع بنابر خبرها بیش از 30 نفر بودند اجازه نداد. طبق اون معلوماتی که در دسترس ما قرار گرفت بعضی از افراد علاهیده تلاش کردند که یک گروه‌های سفر شهروندان تاجیکستان رو که خواهش ادای مراسم عمره را داشتند جمع آوری نموده و بدون پرداخت هیچ گونه اندازها با سرکشی از پرداخت اندازها و با اون که مبلغ معینی را از زائران دسترس می‌کردن آنها را برده در اون خوابگاه‌هایی که همچون خیریه در آنجا توزیع می‌شوند در آنجا مسکون می‌کردند و این از گواهی خودی آن نفرانی که در گذشته با این افراد سفر با راهنمایی همین افراد سفربر شدن برمی‌آید. حرفهای نماینده کمیته دین را یکی از سازماندهندگان سفری ناموفق گروهی هم تصدیق می‌کند. این راهبلدان مستقل که در روز لغو سفر زائران بازداشت شده بودند حالا در آزادی قرار دارند. مبلغ مسافران ناامید شده حج عمره هنوز برگردانیده نشده است، اما مقامات به آنها وعده دادند که توسط شرکت‌های رسمی آنها را به عربستان گسیل می‌کنند. تشکیل سفری گروهی برای ادای حج عمره در تاجیکستان با یک قرار تنها با اجازه مقامات صورت می‌گیرد. این اجازه را هم چندین سال است فقط 2 شرکت سیاحی آرمان و رسول دارند. با گفته افراد آگاه شرکت‌های دیگر با وجود تلاش چند ساله هنوز نتوانستند این اجازه را به دست دارند. چنین عمل و پیامد آن کارشناسان میگویند به اختیار 2 شرکت دادن مراسم ادای حج عمره در یک کشور نادرست است و به فساد زمینه میگذارد. این یک دوم طبق اسناد حقوق بین المللی و عهده‌داری‌های تاجیکستان هر شهروند میتواند با تشبث خود یا با استفاده از خدمت نهادهای وکالتداری دولتی یا غیر دولتی به خارج کشور سفر کند با مقصد ادای رسالت‌های دینی یا برقرار کردن رابطه‌های اقتصادی و گسترش فعالیت تجاریش یا سیر و سیاحت، طبابت و غیره. مسافرانی که توسط میانروهای علاهیده قصد سفر به حج عمره را کردند میگویند خرج سفر در این گروه‌ها به فرق از شرکت‌های رسمی ارزان‌تر بود. آنها به این راهبلدها 17,000 سومانی پرداخت کردند. در شرکت‌های رسمی مبلغ سفر یک نفر بیش از 20,000 سومانی را تشکیل می‌کرده است.
منع سفری گروهی از ساکنان به حج عمره توسط راهبلدهای مستقل در حالی است که اخیراً وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با مراجعت به ساکنان کشور خواسته است ضمن سفر به کشورهای خارج احتیاطکار باشند و تمام قاعده‌های سفر و بدوباش را رعایت کنند تا به دام افراد قلاب نیفتند و به مشکل روبرو نشوند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در شبکه‌های اجتماعی نشر عکس‌ها از شهرک کانگورتی نویای تیمورملیک انتقاد کاربران را به بار آورده است. این عکس‌ها روز 16 نوامبر از جریان افتتاح دو داروخانه که یکی از آنها بویتوری است برداشته شده است. در آنها دیده می‌شود که چگونه در هوای سرد یک گروه دختران با لباس‌های ملی و تنک و بعضی‌شان با آستین‌های کوتاه با نان و نمک به پیشواز رهبران نویه صف کشیده و برایشان شعر می‌خوانند. در حالی که مقامات نویه از جمله اجرا کننده وظیفه رئیس نویه تیمورملیک فتح امینزاده در تن لباس زمستانه دارند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با بازنشر کردن عکس‌ها طلب می‌کنند که به این گونه پیشوازگیری‌های به اصطلاح تحقیرآمیز و شخص پرستی در تاجیکستان خاتمه داده شود. کنهای دوبه شرقی و کومرغ بالا 64 تن طلا دارد. این دکان رسما به عوض خراجات ساختمانی مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه به شرکت طبیعی چین داده شد و قبلا ذخیره‌های آنها 51 تن طلا گفته میشد. اطلاع اخیر از طرف معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان امروز در جلسه پارلمان صدا داد هنگامی که وکیلان سازشنامه میان وزارت انرژتیکا و شرکت طبیعی چین را تصدیق کردند. مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر دارد. مخالفان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده می‌شوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک نوع جلب سرمایه‌های خارجی است. بختیار شریفی معاون اول وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو روز 28 نوامبر در مجلس نمایندگان گفت ذخیره کانهای دوآبه شرقی و کومرغ بالا که به شرکت طبیعی پیشنهاد شده است میتواند زیادتر باشد. باید بگم که ذخیره‌ای که عین زمان در از جانب شرکت معین کرده شده است در حجم 64 تن این ذخیره نهایی نیست. احتمال است که آن تا 100 تن را تشکیل کنند. شریفی همچنین گفت شرکت طبیعی تا آخر امسال به کارکرد طلا شروع میکند. به پیشبینی مقامات تاجیکستان این شرکت چینی در یک سال تا 2.5 تن طلا استخراج خواهد کرد. شرکت طبیعی چین با خرج 349 میلیون دلار در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه 2 را به انجام رساند. از این حساب 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان است. مبلغ باقی مانده قرض اکسیم بانک چین است که طبیعی برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. چون در گزارش قبلی از چین گفته مطلب بعدی نیز به این کشور داخل دارد. دقیق ترش درباره وضع اردوگاه‌های اجباری که در آنها مسلمانان اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی را نگاه می‌دارند. دیروز در قزاقستان این مسئله به بحث کشیده شد. روز چهارشنبه قزاق‌تباران چین در شهر نورسولطان قزاقستان کنفرانسی مطبوعاتی دایر نموده از سرنوشت خویشاوندانشان در چین ابراز نگرانی کردند. چندی از اشتراکچیان نشست که درباره بدوباش و اذیتشان در اردوگاه‌های اجباری قصه کردند. در این چاره‌بینی نمایندگان سفارت‌های آلمان، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم اشتراک داشتند. سال گذشته سازمان ملل متحد اطلاع داد که بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی در مرکزهای ضد اکستریمیسم و بیش از 1 میلیون دیگر در اردوگاه‌های تربیتی دوباره جای داده شدند. به قول اشتراکچیان نشست در پایتخت قزاقستان در بین بازداشت‌شده‌های اردوگاه‌های چین قزاق‌تباران هم زیادند، ولی سفیر چین که در این نشست حضور داشت اظهارات قزاق‌تباران را دروغ نامیده جمع آمد را ترک کرد. و بر اثر سوختار در نویه باباجان غفوروفی ولایت سوخت 3 نفر از جان باختند. حادثه روز 27 نوامبر در جماعت به نام حیدر عثمان این نویه رخ داده است. عبدالرزاق غفورов رئیس جماعت به نام حیدر عثمان به رادیو آزادی گفت نورسان در نتیجه آتش گرفتن خانه به هلاکت رسیدند. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس می‌باشند. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر می‌شویم. تا فردا خدا